سر صورت بلند چه خیر ماشین داشتید؟ رزینوی نکسن. نکسن؟ نکسن. اگر رزینوی نکسن نمی بود کپای سنجابک دود بکرد. کجا شد؟ قلعه دختران یک از مکانهای تاریخی شهر استانبول به شمار می رود. با اونجا هم سیاحان بسیار می روند. ولی ما با یک میدان رفتیم که در اونجا بسیار سیاحان زیاد بود. آن میدان تقسیم نام داشت. میدان تقسیم پر از سیاحان دنیا و مردم مقیم ترکیه. در اینجا در مرکز میدان مجسمه داهی ترکیه اتاتورک و انقلابچیانش بنیاد کرده شده است. سال 1928 مجسمه مشهور شهر به افتخار 5 سالگی تأسیس یابی جمهوری ترکیه ساخته شده است. بلندیش 11 متر است. اگر اگه معلومات زیادتر بخواهید درباره همین مجسمه و میدان تقسیم همین کتاب رو میخونید و معلومات زیاد میگیرید. اگر خواهش داشته بود که معلومات زیادتر میگیرید، اگر همین کتاب یک ورق میزنید با معلومات بیشتر میگیرید. نه که تو حاضر تا همین وقت یگان انسان این کتاب ورق زده نیست. نه که ما ورق میزنیم. دیگه انیتی تقسیم سلام علیکم. یه بونه کدر چهارمغز بونه کدر 150 گرمش 15 لیر با پول ترکی. یه مثل چهارمغز تاجیکی است که در آتش سوخته شده. کلی مزهش نمیدونیم مزهش چی نموده. تشکرلر. مزهش هم بد نه، مزهش همین رنگ چهارمغز بریان کرده شده. یا که طعم خوب داره. در میدان تقسیم مردم همین کفتر را بسیار بد گندم دادن، زیادی دادن. با پیش کفتر همین فکشخ نظرش نمیگیرد، نمیپره، نمیگریزه. این ربی در نزد میدان تقسیم یک کوچه است که درازیش 1 کیلومتر را تشکیل میدهد که 24 ساعت انمی خیلی پر از آدم است. یخماس ترکی در تمام دنیا مشهور است و یخماس فروش هم قطعی مشتری بسیار بازی ها نشان میدن. باز میره و میبینید. ماشاءالله همساش دیگه ماشاءالله
این بچه های ترک بسیار شوخنده شوخ آها شوخ آها آفرین ولی ما هنر داریم ولی ما سلامت باشی سلامت باشی گب نیست گب نیست بود اکثرش بود نه آفرین Thank you. 20. Mama. جزیر کرد با بودن 1 lira. یک تگه آقا زدی منم حالت مراجیم غلطی یک تگه مراجیم چه بخدا یخماز فروش گفت که پول یخماز غلطاندگی تپته گفتم ببخش یکا او را بنام اوهانی دست زدی خیلی گپ بدیم خلاص گپ ندادیم بعد با یک یخماز بی پول داد نگه در تنظیم برنامه دیدیم که او بیچاره با اوهانش نه خودم غلطانده بود دستم هیچ گپ نه یک یخماز 5 تومانه را 45 تومان میفروشه پول چند یخماز گرفتگی ای زد به آهانش مراجنی غلطید یخماز غلطید یک تگه مراجنی بیا سلامت باش یکا بگی یکا بگی بگی تمام Okay, bye bye. Okay, gabne. No. Şakır. در کوچه استقلال گروه سرانده سرود میخوانند مردم حلاوت میبرند و به قدر امکان یگان مبلغ میتیند در میدان تقسیم تمام ستاره‌های روی دنیا رو دیدن ممکن است از آن جمله مسی، کریستیانو رونالدو، لیوناردو دیکاپریو، بروس ویلیس حاضر می‌بینیم قیچان صحبت می‌کنیم رسم می‌گیم رسم خاطره‌ای رفتیم Thank you. سلام علیکم بانوی زیبا هنرمند خوش‌آواز نیسی ما از تاجیکستان اومدیم خدمت شما یک رسم خاطره‌ای میگیریم اگر اجازت باشه خانم بسیار قشنگ زیبا لیوناردو دیکاپریو هنرمندی که مشهور روی دنیا اما مردک در کینای تیتانیک در بحر غرق شده امروز در میدان تقسیم در کوچه استقلال لیوناردو دیکاپریو یه رسم بگیریم چه خیلی برادر عزیز دیکاپریو رفتیم
هانا کن تماشاگران عزیز از اینجا ما چیپته به دست میاریم. حالا با پول سامانی ما 160 سامانی بعد وارد میشیم. حالا داخل تالار که تمام ستاره های جهان در اونجا هستند. این 4 نمود لیوناردو دیکاپریو خطی بروس ویلیس برای رکلام بود. اکنون ما انتظار لیفت میشه. لیفت که آمد میبریم بالا. خانم شما بگذارید. ما مردم تاجیک همیشه حرمت عزت میکنیم. یوتیوب در کانال یوتیوب اسد فیلم ابونه شوید و میتونید در گرد نوار نمیدونم زنگولای لایک چیزی باشه نباشه همه اون را زیر کنید برنامه‌های جالب و دقت جلب کننده رو تماشا کنید.